خشنترین انسان وقتی که اصابت میکنه به سلولهای نوری تقریبا چند سالی طول میکشه و اون شخص آهسته آهسته آرام و آرام و آرامتر میشه. برای معانی و بیان، برای زیباشناسی جهان، برای در حقیقت یک نوع همزیستی، برای یک دموکراسی بین افراد، هر آن چیزی که شما در جهان بخواید نور مختصی وجود داره. در صفحات تاریخی هر دوره‌ای که افراد ظهور میکنن در جهان، در این سبد تاریخی افرادهای مختلفی از طریق همین انوار جامعه خودش مدیریت میشه. اون چرا که ما مدیریت میکنیم، جامعه رو مدیریت میکنیم، ما در حقیقت مدیریت نمیکنیم، ما حراست میکنیم از اون چیزی که در جامعه خلق میشه. پس بنابراین خطای یک کلمه میتونه یک جامعه ای رو به هم بریزه. اگر تصور بکنید یک شخصی عضلات درونیش تحت تاثیر نور معانی و بیان در حقیقت قرار گرفته و میتونه پیامبرگونه نگاه بکنه. پیام آور یعنی این که تشخیص اعمال از همدیگه. همیشه این کلمه در تاریخ سانحه ایجاد کرده. اون کسی که زمان رو دقیق میشناسه اون هم پیام زمان رو مسلطه، ارتباط بین افراد رو طراحی میکنه. اون فیلسوف گونه در حقیقت در جامعه با اون قالب‌های وجودیش فیلسوفوار ترکیب میشه و پیام ارتباطی افراد رو در حقیقت تنظیم میکنه و همه اینها رو اگر کنار همدیگه بذاریم اونجایی نقطه خطر میشه که افرادی که در صفحات تاریخی یا صفحات نوری که در حقیقت در عصر حاضر یا در آینده به وجود میان و با اون نوری که اون شخص ترکیب شده ترکیب نمیشن و میخوان که مشابه اون شخص مطهر یا مشابه اون انسان فیلسوف عمل بکنن. معمولا چون عضله فاقد نور هدایت کننده هستش معمولا به خشونت کشیده میشه و این خشونت در حقیقت در تاریخ همیشه فاجعه درست کرده، به خاطر اینکه نورها عضلات پیکره انسان رو مسخر میکنن. اونجایی که شخص رو مسخر معانی و بیان میکنه معمولا جامعه به سمت پیشرفت، افراد به سمت سرخوشی، افراد به سمت صلح و نیایش و سپاس گرایش پیدا میکنن و در اونجایی که شما میخواین سلامتی سلولی رو در حقیقت ایجاد بکنین، حتی تغییرات ژنتیک رو اصلاح بکنین، اون قسمتی که اون نور داره وارد عضلات در حقیقت سیستم عصبی شما میشه که ترکیب اینها با هم دیگه یک شخصیت شکل میگیره، شما از اونجا باید سلامتی رو کنترل بکنید. شما هر نوع غذا و هر نوع ماجرا و هر نوع اتفاقی که براتون میفته صرفاً مقاومتتون در اونجاییه که شما از چه جنسی نوری عضلات سیستم عصبیتون ترکیب شده و آیا رونوشت یا در حقیقت کپی برداری از یک شخصیت مجازی هستین؟ اگر این گونه هست تمام سلول های شما در خطره. چرا؟ به خاطر اینکه فاقد هر نوع شخصیت هستین و این شخصیتی که خودتون برای خودتون درست کردین یک شخصیت مجازیه که عضله به شکل خالی داره عمل میکنه و نوری در این عضلات وجود نداره که بتونه پا به پای ماجراها ادامه پیدا کنه. معمولا از کل ماجراهای زندگی 10% یا 20% زندگی رو میتونه تحمل بکنه و ادامه اون براش میسر نیست. اون جایی که میخوایم در مورد اون قسمتی که عضلات سیستم عصبی شما با یک نوری ترکیب میشه و اون قراره که یک عمل بشه، تک تک اینها رو بررسی میکنیم
کنید و ببینیم که در حقیقت به چه صورت هست و چرا آدم ها اینقدر با همدیگه متفاوت هستند. خب اگر یک عضلات سیستم عصبی شما با زیباترین نوری که در جهان وجود داره شروع کنیم و این زیبایی باعث میشه این نور به معنای این که تمام اطلاعاتی که میتونه وارد این عضلات بشه و این عضلات رو به اون مسیر سوق بده و اون نوری که معمولاً در هر برهه تاریخی اگر صفحاتی متعلق به اون تاریخ هست، مثل صفحات تاریخی یعنی ماجراهایی که قراره در اون جامعه اتفاق بیفته، یا ماجراهای نوری یعنی معانی و مفاهیمی که قراره تو اون جامعه اتفاق بیفته، میبینیم که در یک جامعه کهن با جامعه امروزی چقدر با هم متفاوته. نشون میده که هر دوره تاریخی برای خودش دفتر مجزایی داره و ما میخوایم از زیباترین نوری که در جهان وجود داره و عضلات انسان با اون نور، حتی اگر کل جامعه مخالف اون نور هستن، شما بتونید عضلات سیستم عصبیتون رو در اختیار اون نور قرار بدین. اون نوری هستش که در حقیقت عضلات شما رو به سلامت، به مقصد میرسونه. اون نور به یک معنا سلولهای نوری هست. اگر خوب دقت کنید میبینید که حاله های افرادی که در تاریخ اعتقادی افراد هست به نوعی طلایی کشیده میشه یا به شکلی زیبا کشیده میشه، یعنی حاله های این افراد نوری اصابت کرده به عضلات ذهنی اینها که رنگ طلایی داره، زیباترین رنگ هستش. این نور گرایشش امید محضه، یعنی خودش رو در اختیار جهان قرار میده. این در اختیار قرار دادن عضلات با این نور متفاوته با کسی که تمایل و میل و گرایشی به زندگی نداره و هیچ انگیزه‌ای در وجودش نیست. خیلی داشتن یک نور و نداشتن یک نور، اینها خیلی شباهت به هم دیگه دارن، ولی اگر خوب دقت کنیم میبینیم یک شخصی چنان در زندگی با آرامش زندگی میکنه که مطمئن اون نوری که به نوعی میتونیم سلولهای نوری به کار ببریم که زیباترین نوره. اگر خاک رو مثال بزنیم میبینیم که خاکها هم در این جهان متفاوته، از قدیم و از نوع ترکیب و از نوع جنس با هم متفاوتن. در انسان ها همینطور، در مواد همینطور، در هر آن چیزی که شما تصور بکنید همه چی با هم متفاوت هست و به نوعی اصالت‌های مواد با هم دیگه متفاوته. اون جایی که شما سیستم عصبیتون در سن در حقیقت 17 سالگی، در سن آغاز زندگی، شخص خودش رو در اختیار اون سلول‌های نوری قرار میده. در سلول‌های نوری قرار دادن چنان آرامشی و چنان زیبایی در انسان ایجاد میکنه و اولین کاری که اون سلول‌های نوری انجام میده وارد قالب‌های غرور میشه و اون قالب‌های غرور رو به رنگ سفید قرار میده که هیچ تضادی با یک اسلوب یا با یک پایه و یک اساس و یک دیسیپلینی برای خودش قائل نباشه، نه به این منظور که احساس پوچی یا نبودن یا کم بودن بکنه. این نوع اعمال یک رقص بی‌معنی انسان هستش که بلوف یا غرور یا کشیده شدن انسان در بین افراد بی‌مورد و هیچ نقشی در زندگی برای آدم ایجاد نمی‌کنه، به نوعی که رقصی هستش که
که به هیچ گونه زیبا نیست. سلول های نوری اولین جایی که در بدن قرار میگیره جایی هستش که شما فاقد هر نوع غرور هستید. وقتی یه انسانی فاقد غرور باشه، تن به پایین ترین کارها در زندگی میزنه. این زیباترین حالت ممکن برای شروع زندگیه. برای اینکه پایین ترین اشتغالات رو در جامعه به تن میخره، این بهترین روش برای اشتغال هستش. هر آن اثری که در وجود شما میذاره از بهترین و نابترین و زیباترین حالت ممکنه. قسمت دومیش که سلول های نوری در بدن انجام میدن، حرص و طمع رو در وجود انسان به گونه‌ای تأثیر میذارن که وقتی بار منظم و بار زیبا گرفته شد، به صورت هوشمند شخص در جاده‌ای حرکت میکنه که تمام اون خواسته ها قرار داده شده، تمام اون حالت ها قرار داده شده. ولی در عکس سلول های نوری، در هر جاده‌ای که هستیم ما باید خودمون رو کشون از اون جاده تباهی ببریم و به یک جاده آباد برسیم و در مقطعی در اون جاده آباد بنشینیم و غافل از این که ما تحت تاثیر اون نور تباهی هستیم. باید اون جاده سرسبز رو سریع ترک کنیم، باز به اون جاده تباهی برگردیم. اون چرا که سلول های نوری در وجود شما انجام میدن اینی که شما وقتی که در جاده موفقیت قرار بگیریم، مقطع قسمت به قسمت به تمامی این مدارج و قسمت های مختلف میرسیم. قسمت بعدی که سلول های نوری واردش میشه و اونجا رو در حقیقت مسدود میکنه، اون قسمت رو تبدیل به انرژی میکنه و اون انرژی رو به گونه‌ای وارد میدان میکنه و از اون انرژی در حقیقت نیروی درست میکنه که استعدادهایی که در درون هست رو از طریق همون نیرو به نوعی انرژی رو برای حسادت میسوزونید. برای اینکه شما در یک مسیر دیگه‌ای هستین، قراره اصلا یک هویت دیگه‌ای بشین و دارین اون هویت رو پیگیری میکنین، در این حال میخواین شبیه هزاران انسانهای دیگه‌ای بشین. این جز متوقف کردن و هرز رفتن انرژی های قسمت های مختلف بدن چیز دیگه‌ای نیست. بس بنابراین از زیباترین نوری که در جهان وجود داره صحبت میکنیم، اون جایی که انسانها رو به آسمان میکنن. این نور در آسمان نیست. این نور چون جهان رو در بر گرفته، چون انوارهای نورهایی که با این جهان خاکی در حال ترکیب هست و دائما پیوسته مخلوط هستند و ما این نورها رو به لحاظ این که همیشه یک نوری رو در آسمان دیدیم، گرایش و میل همیشه به سمت بالا هست. اون چرا که شما خداگونه میپندارید جهان رو، انوارها هستند که در انوارها شعورهایی هستند که این شعورها با قدمهایی دارن و مسئولیت‌هایی دارن که همه اینها رو در جهان خاکی این انوار رو میشناسن و میدونن که با این انوار به چه صورت برخورد بکنن. ما اسمش رو سلول نوری گذاشتیم. میتونیم نور الهی بذاریم، میتونیم زیباترین نوری که خودتون میتونید بذارین رو براش انتخاب بکنید. و اون چرا که این نور انجام میده اینی که باز وارد قسمت هایی که عضلات بدن هست. عضلات بدن سلول هایی هستند که نوعی طراحی شدن که زحمت رو به جان میخرن و عضلات و مشاهیر فکری انسان بیشتر با کار عجین شده. در اونجا سلول های نوری هیچ ابایی از هیچ نوع کاری ندارن و هر نوع کاری رو مقدمه یک کار عالی تر میدونن. بس برابر این سلول های
نوری در حقیقت کیمیاگری میکنه. خشنترین انسان وقتی که اصابت میکنه به سلولهای نوری تقریبا چند سالی طول میکشه و اون شخص آهسته آهسته آرام و آرام و آرامتر میشه، چرا که معمولا نورها وقتی که وارد عضلات میشن مثل نور خورشید که وارد عضلات در حقیقت گیاهان میشه و در اونجا یک فتوسنتز اتفاق میفته، سبزینه اتفاق میفته، اون چیزیه که اگر ما گیاه رو تجزیه بکنیم میبینیم که بخشی اعظمش نور هستش، بخش اعظمش عضله هستش. یعنی خاک عضله، نور هم یک عضله. یک شباهت تقریبا میتونیم بگیم خیلی گنگه، ولی میتونیم استفاده بکنیم از این رابطه بین خاک و گیاه و خورشید. اگر ما نور خورشید رو برداریم و یه نوری به این گیاه بتابیم که القا کنه به گیاه که هیچ دلیلی نداره تو فتوسنتز کنی و هیچ دلیلی نداره که رابطت در دل خاک باشه و هیچ دلیلی نداره که امید داشته باشی که تو سبز بشی و هیچ دلیلی نداره که تو برگیاهی باشی که برای گیاهان دیگه مفید باشی. تو هیچ دلیلی نداره که درخت بشی و پرنده‌ای رو شاخه تو بشینه. تمام اجزاهای این نور بار منفی داشته باشه. شما تصور بکنید که در این جهان خاکی چه اتفاقی می افتاد اگر معانی و مفاهیم اجزای نور خورشید این القاءات رو به گیاه میرسون. سلولهای نوری هم تقریبا با انسان همین کار رو میکنن. سلولهای نوری در بدن انسان فتوسنتز انجام میدن. هیچ عملی در انسان از قبل به صورت ژنتیکی وجود نداره. اگر داشته باشه در حقیقت به صورت یک اثرگذاری بسیار ضعیف در بدن هستش. ولی وقتی که تمام القاءات درونی که وارد انسان میشه القاءات کاملا مثبته و هیچ جایی وجود نداره که در حقیقت القاءات منفی باشه. هر جا که رشد کرده سود رسونده و هر جایی که در حقیقت تونسته توانی داشته در اختیار دیگران گذاشته و اگر برای کسی گامی برداشته اصلا دیده نمیشه و تمام این سلول های نوری تمام این القاءات رو در حقیقت به عضلاتی که در درون انسان هست رو انتقال میده. پس بنابراین اون چرا که به انسان انتقال میده جنساً همگی از در حقیقت آرامش هست و در هیچ جایی از قسمت‌های بدن جایی نیستش که صحنه درگیری باشه، چرا که سلول‌های نوری در حقیقت همه موضوعات رو از قبل حل کردن و هیچ موضوعی حل نشده در حقیقت وجود نداره. پس بنابراین باز برمیگردیم به یک مثال و اون مثال اینی که وقتی شما وارد جنگل میشین میبینید که نور و عضلات خاکی در کنار همدیگه کار خودشون رو انجام دادن و تبدیل شده به یک جنگل و در جنگل هیچ تضادی وجود نداره و میبینید که یک پرنده‌ای از درخت برای یک خونه استفاده میکنه، یک گیاهی از درخت کناریش استفاده میکنه و اکسیژنی که حاصل این جنگله و دائما در مسیر ترقی این جنگل گویی که جنگل همه پیوسته یک در حقیقت گیاه هستند. در سلول های نوری هم همینطوره. اون شخص اصلا تصور نمیکنه که کسی هست، کس بودنش رو در حقیقت در کلان خودش رو پیدا میکنه و اون سلول های نوری دائما شخص رو به تحصیل و دانش وامی داره. پس بنابراین این قسمت رو اینجا تمومش میکنیم تا قسمت بعدی. ممنونم.